به نام خدا AP هستم با قسمت دوم آموزش بازی 2D پلتفرمر، بازی سکویی دو بعدی که با هم داشتیم در موردش صحبت میکردیم. جلسه قبل درباره موومنت پلیرمون صحبت کردیم و اینکه آزادی عملش تا چه حد باشه، حرکتش به چه شکله و بحث پرشش چطوری باشه. و در مورد سکوها صحبت کردیم، سکوها رو هم ساختیم و اینکه باکس کولایدر 2D رو بهش اضافه کردیم که بحث قابلیت فیزیکی رو بهش دادیم و اینکه موقع پرش فقط بتونه یک بار بپره و نتونه رو هوا بپره. می‌خواستیم این قابلیت رو داشته باشیم که وقتی کولایت شد با سکو اون زمان میتونه بپره، در غیر این صورت رو هوا نمیتونه بپره. خب این جلسه میخوایم در مورد اسپان کردن سکه ها صحبت کنیم که یه سری نقاط رو مشخص کردیم در بالای سکوها و قرار در هر کدوم از این نقاط 3 سکه اسپان بشه و این سکه ها میتونه انیمیت شده باشه از قبل یا اینکه ما خودمون بهش حرکت رو اضافه کنیم یا انیمیت کنیم. من حرکت اضافه کردم، انیمیشن اصلا ازش استفاده نکردم. اون حرکتی که اضافه کردم حرکت چرخش بوده که برای سکه ها میتونید ببینید. یک بار دیگه ببینیم با هم. من پلی میکنم. این سکه ها یه حرکت چرخشی دارن و در هر نقطه 3 سکه با این پترن اسپان شدن و جنریت شدن. هم در مورد اسپان شدن سکه ها توضیح بدیم و اینکه باید در مورد حرکت کامرا هم براتون توضیح بدم. خب من یک اسکریپت رو ساختم به اسم اسکریپت کوین، در اصل کلاس میسازه که از کلاس مونو بیهیویر اکستند میکنه و ارثبری میکنه. در اصل اسکریپت هم رو باز میکنم. خب این اسکریپت قرار اساین بشه به هر کدوم از سکه هایی که ما داریم و بتونیم سکه ها رو بچرخونیم و در جاهایی که مشخص شده اسپان کنیم. خب این اسکریپت برای چرخش سکه هاست که من حرکت چرخش رو در داخل تاب فیکست آپدیت نوشتم. خب ما یه متغیری رو اینجا تعریف میکنیم به اسم تایم که این متغیر مشخص کننده اون در اصل تایمیه که سکه ها باید وقتی اون تایم سپری شد سکه ها شروع به چرخش میکنه. در اصل یه دیلی رو ایجاد میکنه برای این چرخشه که این چرخشه یکم طبیعی تر به نظر برسه و سرعتش رو میتونیم از طریق این دیلی کنترل کنیم. ما میایم در داخل فیکست آپدیت فانکشنمون رو شروع میکنیم به فانکشنالیتیمون رو اجرا میکنیم. به این تایمه مقدار تایم دات دلتا تایم که این تایم دات دلتا تایم در اصل هر فاصله زمانی بین دو تا فریم اجرا شدن این تابع فیکست آپدیت، یعنی هر بار که فیکست آپدیت اجرا میشه تا دفعه بعدی که اجرا بشه یک فاصله وجود داره. این فاصله زمانی همین دلتا تایمه. ما میایم تایم رو بهش اضافه میکنیم. در اصل میتونیم تایم رو به دست بیاریم، یعنی تایمی که سپری شده از شروع اجرای این فانکشن رو میتونیم به دست بیاریم. اگر این تایم بزرگتر مساوی 1/10 بود، 1/10 میشه 1/10 در اصل ثانیه که میتونیم حالا حساب کنیم که یا میتونیم بیشترش کنیم میتونیم کمترش کنیم. اینجوری سرعت حرکت سکه ها متفاوت میشه. من 1/10 در نظر گرفتم. اگر بزرگتر 1/10 بود تایم رو مساوی با 0 قرار میدیم، ریست میشه تایم و روتیت میکنیم که این روتیت در جهت روتیت ببینید در مورد این فانکشن روتیت من توضیح بدم براتون. روتیت در
حول یه محور باید روتیت کنه. اون محوری که ما مشخص کردیم محور آپ هست و زاویه روتیشن هم 45 درجه که این به صورت دورانی میچرخه. حالا اگر من این عدد رو بیام کم و زیاد بکنم، به طور مثال مثلا 0.3 قرار بدم و ران کنم، بازی رو پلی میکنم، منتظر میشم تا کامپایلیشن انجام بشه، اجرا کنم. ببینید کنتر داره میچرخه، چون من اون مقدار دیلی رو زیاد کردم، برای همین دیلی وقفه‌ای که ایجاد میشه برای چرخش سکه ها زیاد میشه. هر چقدر کمتر کنم سرعت چرخش بیشتر میشه. من همون 1/10 قرار میدم. یک اسکریپت دیگه ای ساختم به اسم گیم منیجمنت که برای مدیریت خود گیم استفاده میشه و میخوایم سکه ها رو در داخل این اسپان کنیم. معمولا برای بازی ها این فانکشن همیشه ثابت، این کلاس و این اسکریپت همیشه ثابت هست و باید باشه. به صورت کلی اعمالی که قرار تو بازی انجام بشه رو مدیریت کنیم باشه. خب ما یک تعداد اسپان پوینت رو اینجا در داخل بازی من مشخص کردیم، به صورت empty game object هستن. این اسپان پوینت ها رو من اینجا به صورت دستی گذاشتم. میتونید با کد بذارید ولی خب نیازی نیستش، دستی میتونید قرار بدید. هر چقدر تعداد اینا زیاد باشه بهینه تره که با کد باشه، ولی وقتی تعداد مشخصه دستی معمولا به صورت منوال که انجام میشه خیلی بهتر و بهینه تر هستش. خب ما میخوایم این اسپان پوینت ها رو در اون نقاط یک پترنی رو با یک پترنی سکه ها رو جنریت کنیم. خب من اینجا متغیر رو یک آرایی از اسپان پوینت میسازم. کامرا رو واسهتون توضیح میدم به قسمت بعد و حالا به این دوتا متغیر کاری نداریم و اینا رو در بخش بعد توضیح میدم. در قسمت void start ما میایم گیم آبجکت کوین رو لود میکنیم از فولدر resources در اصل یک فولدریه که ما به صورت دیفالت توی اسست هامون نداریم. وقتی اینو بسازیم قابلیت اینو داریم که بتونیم از داخل این فولدر در داخل بازی بتونیم لود کنیم. برای همین من میام یک پریفاب، یعنی یک نمونه‌ای از مدل کوینمو که حالا من یک مدلی بوده خودم دانلود کردم قرار میدم و اگه دقت کنید اینجا من تگ کوینم براش قرار دادم تا بتونم دسترسی داشته باشم بهش در داخل بازی خیلی راحت تر. میام اینو که اسمش کوین هست، اینجا اسم مشخص میشه در داخل فولدر و اسمش کوینه. میام اینجا انتخاب میکنم و اسپان پوینت هم میام از داخل بازی با توجه به تگشون که اسپان پوینت در نظر گرفتم. حالا اینجا میتونید ببینید من این نقاط رو تگش رو اسپان پوینت در نظر گرفتم و میام سلکت میکنم و به ازای هر اسپان پوینت یه فور ایچ می نویسم و یا میگم از 0 تا 2 میشه 0 1 خود 2 نیستش. پوزیشن مساویه با اسپان پوینت دات ترانسفورم دات پوزیشن x به اضافه یک مقداری که این مقدار رو مشخص کردم -5. این یک وکتوری در اصل من تشکیل میدم برای پوزیشن ها. یه 5 تا عقب‌تر و 5 تا در اصل میره پایین‌تر اینستانشیت میکنم در این پوزیشن و 5 تا بالاتر و 5 تا پایین‌تر. این داره به صورت در اصل به صورت آرایه‌ای داره این نقاط رو مشخص میکنه و اینستانشیت در اصل میاد گیم آبجکت ما رو نمونه ازش رو دوباره میسازه در داخل بازی که من کوین رو بهش پاس میدم و پوزیشنی که هست و روتیشن که ثابت، روتیشن تغییر نمیکنه و این عدده رو میام 5 تا بهش اضافه میکنم، یعنی -5 میشه 5 میشه
میشه 0 و میشه 5 و در هر کدوم از این هر کدوم از این اسپان پوینت ها که این لوپ فور تموم میشه میام اینو دوباره مساوی با -5 قرار میدم که دوباره ریست شه و بتونیم تو پوینت بعدی سکه رو اسپان کنیم. این در مورد الگوریتم کلی اسپان کردن که معمولا توی خیلی از بازی‌ها استفاده میشه. همین الگوریتم ثابته و حالا اینو من خودم با توجه به سلیقه خودم نوشتم، ولی معمولا همینه، خیلی تفاوتی نداره. در مورد حرکت کامرا هم باید براتون توضیح بدم. پس من این اسپان پوینت هایی که اینجا قرار دادم، سکه ها هم لود میشه و حتما فانکشن حتما کلاس کوین که مشخص کردم باید به سکه ها اضافه بشه، به این سکه پریفر ما حتما اضافه شد که من اینجا اضافه کردم و کولایدر هم باید برقرار بشه. تو قسمت بعدی حرکت کامرا رو با هم بررسی کنیم و بعد خوردن سکه ها. ببینید کامرایی که من اینجا قرار دادم دقیقا روبروی پلیرم. خب من پلیر رو اینجا میخوام سلکت کنم تا بتونم بهش دسترسی داشته باشم. خب توی فیکس آبجکت می‌نویسم camera.main transform the position مساوی با یک وکتور 3D در اصل پوزیشن که مساوی با پوزیشن x پلیر و پوزیشن y پلیر و z پوزیشن هیچ تغییر نمیکنه. پس z پوزیشن رو من میام توی ویک از کامرا میگیرم. این camera.main در اصل کامرای اصلیه که در داخل بازی هست. ما چون یه دونه داریم دقیقا همون رو سلکت میکنه. برای خوردن سکه ها که میمونه بخش آخری که من میخوام توضیح بدم و بازی تموم شه، توی قسمت کاراکتر من در قسمت قبلی توضیح دادم براتون که یک فانکشنی داریم به اسم آن تریگر اینتر که وقتی وارد محدوده فیزیکی یک گیم آبجکت میشیم این تریگ میشه، این در اصل اجرا میشه و کال میشه، یک ایونت در اصل. خب ما میگیم که اگر که در الان اومدیم داخل کاراکتر، میگن این کاراکتر ما این کالیژن در اصل اون گیم آبجکتی که کاراکتر ما بهش وارد محدوده فیزیکی شده. میگیم اگر که اون گیم آبجکت تگش کوین باشه، من به خاطر همین تگ کوین رو دادم. آدیو سورسی که اضافه کردیم به پلیرمون، همون جلسه قبلی من براتون توضیح دادم یه آدیو سورس حتما باید اضافه بکنیم برای پلی شدن صدا موقع خوردن سکه ها. من اینجا آدیو سورس رو اضافه کردم و آدیو کلیپش هم که همون کوین بوده اضافه کردم. هر آهنگی بخواین، هر موزیکی بخواین میتونید اضافه کنید، هر صدایی. بعد از اینکه پلی میشه من مثلا پلی میکنم، get component audio source رو که بنویسم در از کامپوننت رو بهش دسترسی دارم و پلی میکنم با فانکشن پلی و اون گیم آبجکت دیستروی میشه و اسکور من 10 تا اضافه میشه. ببینید یک اینتیجری من میسازم، در اصل یک وریبل اینتیجر به نام اسکور که این قراره امتیاز رو همینجوری اضافه کنه و یک تکست که از UI از نوع UI هست و اینجا نیم اسپیسش رو باید حتما اضافه بکنید تا بتونید دسترسی داشته باشید و به این تکست من این مقدار اضافه میشه و مساوی با این مقدار قرار میگیره. و در مورد UI هم یک توضیح مختصری که میتونم بدم براتون اینه که ببینید وقتی بخواید UI بسازید در اصل به صورت دیفالت هر المنتی که بسازید به صورت کنوس ظاهر میشه و شما میتونید اینجا تکستتون رو اضافه کنید. من یک تکست اینجا دارم به اسم اسکور و یک تکست دیگه اینجا دارم که به صورت مقدار دیفالت قرار دادم و اینجا وقتی که من بازی رو پلی کنم نمیدونم دلیل این که نشون نمیده چی هست. دید الان من با پروژه رو میبندم دوباره باز میکنم، احتمالا این مشکلی به وجود اومده. خب
ببینید هر المنتی که بخواید میتونید داشته باشید توی یونیتی به صورت دیفالت، ولی خب برای پشتیبانی زبان فارسی یک سری پلاگین هست که میتونید ازش استفاده کنید. یک مشکلی بود حالا درست شد. خب من دوست تکست اضافه کردم، یک به صورت دیفالت اسکوره و یکی هم صفره که بعد قرار به این تکست اضافه شه که اینا میتونم بهش دسترسی داشته باشم توی تکستم. الان توی پلیر من تکست اسکوری که دارم اینجا پاس میدم و اساین میکنم، اینجوری بگیریم بکشیم اساین میشه، یا اینکه از این قسمت میتونیم انتخاب کنیم. و این آدیو سورسمون هست و الان به طور کامل بازی رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که بتونید تو پروژه‌تون ازش استفاده کنید و بهتون کمک کرده باشه که بتونید از همین مقدماتی که بهتون گفتم و توضیحاتی که دادم نسبتا ساده هستش بتونید ازش استفاده کنید و بازیتون رو بهتر کنید. حتما منو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.